رو من از طرف خودم میخوام این رو اعلام بکنم، یعنی به مردم گوشزد بکنم و یادآوری بکنم. حالا مردم ایران که خب توی فضای بسیار اختناق و فشار بسیار شدیدی به سر میبرن، ولی واقعا این خواهش و این التماس رو ما به عنوان کسانی که از داخل ایران زندان رو تحمل کردیم، حبس‌ها رو تحمل کردیم، زندانیان سیاسی و فشارها روشون رو دیدیم، از واقعا ایرانیان خارج از کشور میخوام که دعوت بکنم حتما سفارت‌های ننگین در هر کجای دنیا که هستن دم سفارت‌های ننگین جمهوری اسلامی برند و واقعا فریاد آزادی این سه جوان آزادیخواه رو فریاد بزنن. اجازه ندیم جمهوری اسلامی واقعا بعد از آبان 98، بعد از کشتن این همه جوان و بعد از حداقل یا 7,000 نفر تا بعضی آمار 12,000 نفر زندانی آبان که هنوز اعلام دقیقی ما نداریم از نوع خشونت‌ها، بیشتر از این بخواد به این جولون اعدام بپردازه و ما رو دقیقاً به دهه 60 ببره، یعنی یادآوری کنه با این اعدام‌ها این فضای رعب و وحشت رو توی جامعه ایجاد